گلی جان، گلپری خیلی کوچیک بود، یعنی فکر میکنم نهایتاً 2 وجب بود وقتی اومد. از مادرش جدا شده بود و داشت میمرد دیگه، توی خیلی حالت خیلی بدی اومد، اما خدا رو شکر تونستیم خیلی کمکش بکنیم. الانم وقتی ما رو میبینه فکر میکنه مادرش هستیم و حالت شیر خوردنی که از مادرش داره انجام میده. حالا من دوربین رو میگم بیاد نزدیکتر تا قشنگ ببینید. توی طبیعت هم همینجوری از مادرشون شیر میخورن. چیه بابا؟ چرا همش استارت میزنی؟ روشن شو جا نگاه خوشمزه است؟ گلی جان بیاریم اون بابا بیا. نه دیگه من اینجوری نمیشم. لباسمو خراب نکن فقط خواهشم. جونم دختر کوکو، شکمو نگاه، سیکم چه خوشگله بابا، خوشگله من، سیکم طلا.